فصل 5. وقتی با خبر شدم که در شرق لندن 1,300,000 نفر مثل کرم وول میخورند و هر خانواده‌ای با درآمدی در حدود 21 شیلینگ چرخ زندگی خود را میگرداند، ناگفته علاقه‌مند شدم که بروم نزدیکتر و با چشمهای خود ببینم که با این پول خانواده چگونه اداره میشود. من خانواده‌های 9 و 10 نفری و حتی 7-8 نفری را هم با اجازه خود کنار گذاشتم و در جدولی که تنظیم کردم جایی برای آنها در نظر نگرفتم. جدول من بر پایه خانواده 5 نفری تنظیم شد که از 1 پدر و 1 مادر و 3 فرزند تشکیل می شود. درآمد خانواده را هم همان 21 شیلینگ در نظر گرفتم و بنا به عادت و خلق آمریکایی هم درآمد را به دلار تبدیل کردم که شد $5.25. در نهایت جدولم به این صورت درآمد: اجاره بهای خانه $1.50، نان $1، گوشت 88 سنت، سبزی 62 سنت، زغال 25 سنت، چای 18 سنت، روغن 16 سنت، قند 18 سنت، شیر 12 سنت، صابون 8 سنت، کره 20 سنت و هیزم هم 8 سنت. جمع کل $5.25. با یک نظر دقیق به این جدول میتوان حدس زد که از همچو خانواده‌ای چیزی از غذا نمیماند که به مهمان بماسد. $1 برای نان 1 هفته 5 نفر در نظر گرفته شده که با حساب دقیق سهم هر فرد به اندازه 1/26 سنت می شود. اگر بخواهیم سایر اقلام جدول را هم تقسیم بندی کنیم، آن وقت به اندازه‌های میکروسکوپی می رسیم که دود از کله انسان بلند می کنند. فهرست جدول جایی برای خرج و مخارج اضافی باقی نمی گذارد. فقط کفاف مخارج معمول روزانه را می دهد و چیزی به عنوان پول تو جیبی و یا پسنداز اصلاً نمی ماند. اگر یک وقت افراد خانواده بخواهند به مسافرتی یا تفریحی بروند، باید از خورد و خوراک بچه‌ها بزنند. حتی پولی نمیماند که اعضای خانواده بلیط اتوبوس بخرند. پس برای همیشه قید تفریح و گردش را میزنند. در این میان طبیعی است که برای توتون پدر و کتاب و روزنامه هم چیزی در بساط نیست. تفریح و فرهنگ و گردش به کنار، بچه‌ها و پدر و مادر کفش را که لازم دارند و هر طور شده باید هر کدام 1 جفت نو یا نیمدار آن پایشان باشد. اما پولش را از کجا باید زد؟ کفش روزنامه نیست که بشود بدون آن زندگی کرد. پا کفش می‌خواهد و سر کلاه. اینها را اگر بخواهیم حذف کنیم، یک مقدار از سلامت افراد را باید فدا کنیم. از زغال و سبزی و صابون و هیزم و شیر کدام یک کنار زدنی است؟ پس با پند معروف چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، باید گره این زندگی را باز کرد. اما از کجا و چگونه؟ چون این زندگی واقعا سخت و صعب است و روز به روز هم سخت‌تر و صعب‌تر می شود. یعنی چه؟ یعنی این که ممکن است یکی از اعضای خانواده، پدر یا مادر یا حتی بچه‌ها آسیبی ببینند. شما می دانید که اگر نیروی کار خانواده که پدر باشد از کار بیفتد، فاجعه دست به کار می شود. نان از سفره می گریزد و روغن و شیر و دیگر اقلام جدول یک به یک کنار می روند و چون اجاره بها را هم نمی توان پرداخت، خانه را هم باید تخلیه کرد. نوانخانه ها یا خراب شده ها اینجاست که دهان باز می کنند تا اعضای خانواده را جدا جدا ببلند. مادر تلاشش را چند برابر می کند تا بلکه درآمد را به 10 شیلینگ برساند و خانواده را جمع کند و نگذارد الفت و پیوند خانواده از هم بگسلد. اما برای او چه کاری وجود دارد جز کارهای رنجاور و پست و حقارتبار؟
اشاره کردم که در شرق لندن 1,300,000 نفر بنی نوع بشر زندگی میکنند. بیشتر خانواده ها هم درآمدی زیر یا بالای 21 شیلینگ در هفته دارند. خانواده های پرعائله در میان این جمعیت کم نیست. اولادشان زیاد است و درآمدشان به احتمال کمتر از حد نصاب ما. و اینجاست که سوال می شود این خانواده ها چگونه می توانند خودشان را اداره کنند؟ جواب آسان و صریح این است که آنها اصلا زندگی نمی کنند. آنها ادای زندگی را در می آورند و مرگ برایشان زندگی واقعی است. حالا که ما قدم به اسفل السافلین دنیای متمدن گذاشته ایم و رو به اعماق پیش می رویم، بهتر است به زندگی زنان تلفنچی هم سری بزنیم. ظاهر این زنان را که نگاه کنید تمیز و مرتب هستند و کسی گمان نمی کند که پشت ظاهر مرتب آنان زندگی پردردی خوابیده. درآمد هر زن تلفنچی در آغاز کارش در این زمان که ماجرای ما می‌گذرد، یعنی 1902 میلادی، حدود 11 شیلینگ است. این زنان اگر زبر و زرنگ باشند و کارشان منظم باشد، پس از 5 سال حقوقشان 1 پوند می‌شود. از درآمد و مخارج زندگی این زنها جدولی به دستم رسیده که برایتان می‌خوانم. اجاره بها و هزینه سوخت و روشنایی 7 شیلینگ و 6 پنی. مخارج حاشیه‌ای خانه 3 شیلینگ و 6 پنی. کرایه اتوبوس 1 شیلینگ و 6 پنی. رختشویی و اتوکشی 1 شیلینگ. هزینه خوراک در اداره 4 شیلینگ و 6 پنی. جمع کل 18 شیلینگ و 4 پنی. در این جدول پولی برای لباس یا دوا و درمان دیده نمی شود. با توجه به اینکه لباس از ضروریات زندگی این شغل است. از تفریح و گردش هم حرفی نمیزنیم که کفر آدم را بالا می آورد. تازه جمع هزینه‌ها رقم 18 شیلینگ و 4 پنی را نشان می‌دهد که درآمد متوسط هیچ دختر یا زن تلفنچی این رقم را پر نمی‌کند. با زنان کارگر صنایع نساجی هم که صحبت کردم، فهمیدم آنها در ازای 12 ساعت کار دستمزدی کمتر از 1 شیلینگ دریافت می‌کنند. ارقام و آمار واقعا تکان دهنده است. پیرزن علیلی را دیدم که قوطی کبریت درست می‌کرد. او با 4 فرزند خود در خانه‌ای میزیست که 3 شیلینگ اجاره بهای آن بود. پیرزن برای 12 دوجین قوطی کبریت 2 شیلینگ و 25 پنی مزد می‌گرفت. پول استریشم و مقوا هم به عهده خودش بود. مرخصی هم نداشت. دستمزد 1 هفته‌اش را حساب کردیم و دیدیم به زور 4 شیلینگ می‌شود. از این درآمد 11 پنی هم خرج استریشم و مقوا شده بود. یک منشی دادگاه هم برایم از دختر 12 ساله‌ای سخن گفت که به جرم دزدیدن خوراکی از یک فروشگاه دستگیر شده بود. این دختر سرپرست 3 برادر کوچکتر از خودش بود که یکی 9 ساله بود و دیگری 7 ساله و فلج و دیگری یک بچه 2 ساله. لحظه‌ای خودتان را جای این خانواده بگذارید. این دختر چگونه می‌تواند شکم آن بچه‌ها را با کار کردن عادی سیر کند؟ وقتی ما از نردبان ترقی و دانش تند ادعا می‌کنیم که بالا می‌رویم و زمان و زمین را زیر بار تسخیر خود در می‌آوریم، آیا شایسته است که اطفال معصوممان در لای لجنزارهای شهر غوطه بخورند و خودشان را نفله کنند؟ در درون لجنزار همینجاست که چرخ زمان و تکامل را از حرکت باز می‌دارند و علاوه بر اطفال زنان بیپناه را نیز ویلان خیابان‌ها می‌کنند تا ارباب و کارفرما راحت بتواند کارگران زن را زیر چتر تهدید دائمی نگه دارد و از آنها سوء استفاده کند. زیر آسمان ایستند لندن مرده‌ها و زنده‌ها حال و روز یکسانی دارند. زیر این آسمان آتشی روشن است که حرم آن جسم را به تدریج می‌خورد و می‌سوزاند و تولید جهنم می‌کند تا تهیدستان یکسره نابود شوند. در شرق لندن اردوگاهی هست که در آن از متمکنها کسی دیده نمی شود و پای هیچ توریستی هم به آنجا نمی رسد. این اردوگاه گورستان صدها هزار انسان زحمتکش است. البته همه کارگران لندن را تنها در ایستند نمی توان یافت، بلکه بیشترین آنها در این اردوگاه هستند. هر خانه‌ای که در یک نقطه از شهر به سبب فقر و ناداری ویران می شود، ساکنان آن فقط یک راه در پیش دارند: کوچ اجباری به ایستند.
ایستند را غالباً میادگاه از پا افتاده ها می نامند. این نام برای کسانی که 1 ساعت در عمرشان گرسنه نماندند و واقعیت ها را هم نمی خواهند ببینند به هیچ رو قابل درک نیست و با پوزخندی آن را نادیده می گیرند. اگر عنوان محله از پا افتاده ها لایق ایستند نباشد و ساکنانش هم حق برخورداری از نعمتهای عالم را نداشته باشند، باز هم نمیتوان گفت که ایستند جای زیستن است. این است که ایستند بیش از عنوان محله از پا افتاده ها مفهوم دارد و لعنت آباد بهتر برازنده قامت اوست. زشتی و کثافت در این منطقه آنقدر زیاد و وسیع است که ما حتی حاضر نیستیم چشم فرزندانمان برای 1 بار هم که شده به آن بیفتد و راضی نمیشویم زنهایمان در عمر خود 1 روز در آن به سر ببرند. پس ما چگونه پذیرفته ایم که هزاران تن در چنان شرایطی زندگی کنند و وجدان ما هم راحت و آسوده باشد؟ ایستند سرزمین گرسنگی دائمی است. قلمرو مصائب و مذلت هاست. اینجا نیکی پیش پای بدی قربانی شده. در ایستند عصمت و شرف آدمی حراج می شود. معصومیت ارزشی ندارد. باید کودک را از همان لحظه‌ای که متولد می شود و نخستین گریه‌اش را سر می دهد از خانواده جدا کرد و به حال خود رها ساخت. ایستند نه تنها جای زیستن نیست، جای زنده ها هم نیست. خانه اموات است. برای ما و فرزندان ما در آن جای نفس کشیدن نیست. پس برای دیگران و فرزندان آنان نیز باید چنین باشد. مگر نگفتند آنچه را که بر خود نمیپسندید برای دیگران نیز روا مدارید. پروفسور هاکسلی که زمانی پزشک ارتش بوده و سالهای سال در ایستند خدمت کرده، معتقد است که فضای لازم برای انسان در محیط حدود 250 متر مکعب است. در ایستند که سهل است. در خود لندن هم کمتر خانواده‌ای این فضا را در اختیار دارد. بنابراین در حالی که 900,000 تن از مردم بریتانیای کبیر در یک گوشه مفلوک از شهر لندن در شرایط غیر طبیعی و غیر قانونی زندگی می کنند، مقامات مسئول چرا کاری نمی کنند؟ زیرا این خانواده‌های متراکم و پرجمعیت وقتی در معرض بررسی و تعقیب قرار می گیرند، تمام دار و ندار خود را با یک گاری دستی جابجا می کنند و زیر چتر شب نشانی‌هایشان گم و گور می شود. در این صورت ظاهر خیابان‌ها و خانه‌های بجامانده در ایستند از زور پیسی زار می‌زنند و درون محل سکونت بینواها دل و روده آدم را به هم می‌ریزند. آنچه در درون این خانواده‌ها می‌گذرد هر کدام یک فاجعه جدی است. آنها که دستشان به دهانشان می‌رسد و اتاقی اجاره می‌کنند، خود نیز مستأجرهایی می‌یابند که آن مستأجرها نیز به نوبه خویش مستأجرهای دیگری دست و پا می‌کنند و در هم می‌لولند. چندی پیش در حوالی خیابان اصلی ایستند نوشته‌ای دیدم که پشت شیشه یک مغازه چسبانده بودند. قسمتی از یک اتاق اجاره داده می شود. پرسجو کردم، فهمیدم تخت و خواب‌های یک اتاق را به 3 نفر اجاره می دهند. چطوری؟ 3 نفری که اجاره دار یک تخت و خواب شده‌اند، کارشان طوری است که همدیگر را نمی بینند و 8 ساعت از بیکاریشان را به نوبت در آن تخت و خواب‌ها به استراحت می گذرانند. این قضیه یک حسن دارد. و آن این است که بسترها هیچ وقت گرمایشان را از دست نمیدهند. تعجب میکنید؟ دستتان را روی سرتان میکشید که ببینید شاخ در آورده اید یا نه؟ پس این را هم بدانید، زیر تخت و خوابها را هم اجاره میدهند. برای چند نفر؟ رقم همان 3 نفر است. بنابراین یک تخت و خواب به 6 نفر اجاره داده می شود. بدی کار در این است که اجاره بها هم مدام در حال افزایش است. وقتی قیمت زمین در ایستند هر هکتارش 20 تا 30,000 شیلینگ باشد، این پول باید به یک صورت وصول شود. دیوار چه کسی از همه کوتاه‌تر است؟ کسی که خانه‌ای از خود ندارد و مرتب از کمی حقوقش شکایت دارد. این فرد باید جانش بالا بیاید و بیشتر حقوقش را برای اجاره خانه کنار بگذارد. تمام ایستند را بگردید و از همین است. تراکم هست، گرانی.